بچه ها خیلی از کنته هاتون مراقبت کنید، مخصوصا کنته های سافت و مدیومتون، چون که اینا اگر که بیفتن روی زمین یه تقریبا باید فاتحه‌شون رو بخونین، یا اگر تراششون کنین همینطور. بعد زغالیاتونم تراش نکنین. حالا درست میشه تراش کرده، تراشش نکنین. حرفه‌ای باشید و عمر کنتتون بالا میره اگر که تراشش نکنید و نزنینش رو زمین، مواظب باشین نیفته، اگر از وسطش شکسته میشه زغالش و دیگه از بین میره. قشنگ رو چشمتون نگهش داریم، مثلا که خب خیلی لوازم هنری گرون شده. بالای چشم رو با محوکن یه دور میام یه مرزی مشخص میکنم. ببین تو میتونی این کار رو با محوکن فقط انجام بدی، محوکن تو بزنی به زغال و بکشی، اما من میخوام یکم خطی تر اتفاق بیفته، دقیق تر اتفاق بیفته. پس از کنته ماریسم استفاده میکنم که این خط واضح دیده بشه، ولی ببین چون که نوکش تیزه خیلی خطم باریکه، اصلا قرار نیست که دیده بشه. و میام این قسمت، حتی این شیبی که اینجا اتفاق افتاده رو دورگیری میکنم. و با محوکن سر جای خودش، نمیخوام بره داخل، نمیخوام بیاد بیرون، سر جای خودش روی خطش محو میکنم. خب تگرگ از بین رفت و شاید باورتون نشه ولی یه با آفتاب خیلی شدید، قشنگ هوا دیوونه شده. این بالای چشمشو ببین، اینجا رو سیبیق انگار سایه میندازه روی این محدوده سفید و یکم تیره تر میشه. خب حالا من میخوام قسمت هایی که باید پاکو میزدم و برق میزدم رو انجام بدم. از پاکن خمیری استفاده میکنم، اینا که مدادمه. علت اینکه از پاکن خمیر دارم استفاده میکنم اینه که میتونم مقداری که سفیدی اینجا هست رو به همون باریکی در بیارم، بعدا با پاکن برقی شدتش میدم روی همون نقاط. من دیگه برش نداشتم، از روی این مداده مونده. این سمت کنار اینجا رو ببین، اینجا یه نور خیلی کم ملایمی هست، هرچند که توی کارم هست فشار دست کم خیلی کم، انگار یه رنگ ملایمی، نذار سفید بشه. اگر سفید شد قلمو بهش بزن.
خب حالا میام با پاکونه و سر باریکش برق‌های شدید رو به صورت نقطه نقطه، چون هم نقطه‌ای میبینم، اضافه میکنم. پایین مردمک این ورم رو مشخص میکنم، کلا دور تا دورش رو با کنته مثل این سمت که مشخص کردم با کنته مدیوم هم دارم مشخص میکنم. ببین این فاصله رو، اینو من نزده بودم، دارم انجامش میدم و حواسم رو جمع میکنم که درست در بیاد. یه چشمم نقطه نقطه 3 تا نقطه است جدا جدا. این بالای چشمم یه برق سفیده. این برق داخل چشمم. خب از فرچه آرایشی من استفاده میکنم، میام ادامه. گرد زغالم رو حتما میگیرم. از زیر بن موژه اینجا یه تیرگی هست، این تیرگی رو اضافه میکنم به صورت دورانی. جایگزین این فرچه آرایشی شماره 4 زبان گربه هست. و اصلا به سایز قلمه های من اکتفا نکنید. هر چقدر که شما سایز کارتون بزرگتره باید به نسبت همون قلمتون بزرگتر باشه. مخصوصا اونایی که دارن 50x70 و آردو کار میکنن. علتی داره که دارم با قلم آرایشی میزنم، دارم زیر ساز میزنم دیگه، لطیف میخوام باشه. اینجا یه تیرگی شدیدتری داره، پس من میام دوباره لایه تیرگی اضافه میکنم. علت این که میگم پرینتتون بغل دستتون باشه اینه که قشنگ این مقدار تیرگی رو بسنجی. آیا بازم تیره تر باشه؟ اوکی بازم تیره ترش میکنم. آیا باید روشن تر باشه؟ زیاد تیرش کردم، یه مقدار از پاکن خمیریم استفاده میکنم. حتما این حرکت چرخش دورانی وقتی داری سایه میزنی اتفاق بیفته.
بالای چشمش تیرگی زیادی داره. از قلموی شماره 8 هم استفاده میکنم. اینجا بچه ها هر چقدر که قلموتون چیزتر باشه، باریکتر باشه، کنترل دستتون روش بیشتره. حالا این که میگم باریک یعنی به نسبت اینی که اینجا کار کردین مقایسه کنید و هر چقدر هم که چیزتر باشه، تخت‌تر باشه، راحت تر کارتون، چون دارید خط میندازین این محدوده رو و تخت به درد همین میخوره. از یه قلموی 18 هم استفاده میکنم. ببین بزرگتر شد چون من خواهم محدوده بزرگتری رو توی اینجا بزنم و سویش رو کار کنم. دوران میچرخه. خب اینجا یه حجمی فرو رفته، یه پلکی اومده روش. خب من برای نشون دادن این پلک باید این محدوده رو تیره کنم و اینجا رو آروم آروم به روشنی ببرم. از کنته هاردم استفاده میکنم یا زغالی 4-6 چون که نمیخوام هیچ گردی اتفاق بیفته و جای ممکن بدون زغال باشه. سایه دارم میزنم روی این خط. بالای این محدوده رو به صورت دورانی، ببین خط نیست، دایره نیست، دورانی. انگار میخوام یه سایه بزنم به سمت بالا، اصلا نیاری داخل چشم. آروم آروم فشار دستم رو کم میکنم، انگار که بخوام 1-2-3 انجام بدم. یادت ترمای اول با مداد فشار دستت رو کنترل میکردی، الان این کار رو با کنته انجام بده. هر چقدر که دورتر میری فشار دستت باید کم باشه. قلمو شماره 4 یه نوک باریک. فرچه آرایشی استفاده میکنم. محدوده رو روش میدم قشنگ محو بشه. خب حالا ببین اینجا حالت خط سایه میفته. باید با مداد زغالیت بیای این قسمت ها و خط هاش رو مشخص کنی، اما نباید خیلی با فشار زیاد این کار رو انجام بدی. و خط ها رو سر جای خودش بذار. و خط نیست، ببین انگار اینا تیکه‌ای اینجوری ببین، انگار چین
پارچه هست روی هم میفته، دقیقا همینجوری. این چینه اومده تا این پایین. خب حالا میام از یه قلمه سرباریک استفاده میکنم و خیلی باریک باشه به نسبت کارتون و روی این خطها با زغال، یعنی زغال رو زدم، گردش رو گرفتم و حالا میام محو میکنم. بیشترین پررنگی برای شروع کاره و هر چقدر به سمت جلوتر میره کم رنگ تر میشه. هر دو زغالم رو میگیرم اینجا. ببین این خط ادامه پیدا کنه ها.